من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمامی وجود. من سلام الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع این که بعضی عباره های وقتی که کتاب های فقه میخوانند، در کتاب مثلا که قاضی وقتی که میفرماید که ما نظر میکنیم به ظاهر و الله میدوند چی سرهای انسان ها را، و این بعضی نفرها فکر میکنند که این حدیث نیست است و بعضی فقها اون حدیث گفته باشند. در حقیقت معنای حدیث به همین معنا هست، به همین معنا. الان که تصور کنید که صحابه کرام وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را فرستادند به سوی قبیله، اون صحابه وقتی که اونها را باید دعوت میکردن، باید راهنمایی به اسلام میکردن، یک از همونها وقتی روبرو شده هم یکی از همونها را کشتن. وقتی که لا اله الا الله گفتن بالا ایده با کشتن و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اونها را چیز خیلی سرزنش کردن. الان را نظر میکنیم که در این باره چقدر بگیم حدیثی که روایت بگیم حدیث صحیح است از اسامه ابن زید رضی الله عنه میگوید که بعثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الى اناس من جهینه. بعثنا گفته فرستاد رسول خدا صلی الله علیه و به سوی مردمی از جهینه قبیله، فاتیت علی رجل منهم، پس آمدم یک از هم مردهای از همونها رو که دیدم یا که روبرو شدم، فذهبت اطعنه، پس میگه شروع کردم که اون چی میکردم، بروم میزدم. همون مرد لا اله الا الله گفت، فطعنته، بزدمش، فقتلته، پس کشتم همراه. فجئت الى النبی صلی الله علیه و سلم، پس اومدم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فاخبرته، پس خبر دادم که همین خیلی کار شیر من کار کردم. فقال اقتلته وقد شهد ان لا اله الا الله، گفت که تو کشتی اونا به قتل رسولی، با تحقیق اون شهادتی داد که نیست معبود مگر الله. قلت یا رسول الله، حضرت اسامه بن زید گفت یا رسول خدا صلی الله علیه و انما فعل ذلك تعوذا، میگه هر آینه کردن این بگیم این کار، یعنی که لا اله الا الله گفتن به خاطر چی؟ برای پناه بردن، تو اینکه نکشم اونا. پیامبر خدا صلی الله علیه و فهل شققت عن قلبی، مثلا که آیا تو آگاه یافتی یا که آگاه میافتی از قلب اون. در اینجا شرحش میفرمایند که یعنی تو اگر که این قدر میخواستی که از قلبی اون بفهمی، آگاه شوی، چرا دلی اون بگیم چاک نکردی و معلومات میگیری از دل او بعد اکرا میکردی؟ یعنی تو با دل اون، با اراده اون چی کار داری؟ تو وقتی که ظاهر کرد که من مسلمان هستم، حقی نداشتی که او را به قتل برسانی، تو حقی نداشتی که او را بکشی تا جایی که اون شهادتی داد که چی؟ نیست معبود مگر الله، اون مسلمان بود. در اینجا این است که صحابه کرام اصلا یکم اجتهاد کرد، اجتهادش همین بود که یعنی که اون از ترس گفتگی است. و دیگر که هست اون فکر کرد که صحابه کرام اسامه بن زید که با این طریق، با این ترس وقتی که او کلمه گفتگی است، کلمه او قبول نیست، از ترس باشد، گفته خطا کرد. اما نبی صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ گفت که تو این کار کردگی تو غلط هست. در دیگر روایت میاد، در روایت مسلم و در دیگر روایت بخاری هم که ذکر شده هستند که میفرماید که حتی اسامه ابن زید گفتند کاش که در همین وقت من مسلمان نمی بودم، در همین وقتی که هم را کشتم بعد اسلام قبول میکنم، این خوبتر و بهتر بود که من این کاری وزوین و این کاری بگیم زیشت، بگیم این کاری بسیار بد من از دست من صادر شد گفته. و در دیگر روایت میفرماید که حتی میگه که در همین وقت کاش تولد نمیشیدم. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و همین گپ وقتی که کلمه را بسیار تکرار کردن که گفتن که اون لا اله الا الله محمد رسول الله گفت تو کشتی، گفتن همین گپ بسیار تکرار کردن. نبی صلی الله علیه و بسیار غمگین بودن از این کاری کردگی اون و صحابه کرام بسیار پشیمان بود که تا جایی که اون خطا کرده بود فکر کرد و اجتهاد کرد و به فهمش همین آمد که این مسلمان شدگی نیست. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و گفتند که درجه تعلیم دادن که شما وقتی که یک انسان یک چیز ظاهر میکند، با قلب‌های آنها شما کار نگیرید، شما اون چی نیت دارد، چی مقصد دارد، اون به چی مراد این گپ گفته است، اون الله پاک خودش دانا هست و عالم الغیب و شهادت، اون ذات پاک است. شما در این کارها دخالتی ندارید. الله پاک این حدیث ها را شنیدن و به اینها عمل کردن نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.